اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، قصه ای که عزرائیل علیه السلام را در خوابش دید. انس رضی الله تعالی عنه میگوید شب خواب دیدم که یک مرد با من روبرو صحبت دارد و از احوال و عملهایم میپرسد. انس رضی الله تعالی عنه میگوید از این مرد پرسیدم تو کی هستی؟ او با من گفت که من عزرائیل علیه السلام هستم. انس میگوید وقتی که گفت که من عزرائیل علیه السلام هستم، پس لرزه بدن مرا فرا گرفت. پس از او پرسیدم که اگر تو عزرائیل علیه السلام باشی، عمر من چند سال دیگرش باقی مانده است؟ این مرد به من پنجه دستش اشاره 5 کرد و از نظرم ناپدید شد. یعنی پنجه دستش را به حضرت انس رضی الله تعالی عنه نشان داد و ناپدید شد. در همین هنگام من در حال از خواب بیدار شدم. سحر در فکر فرو رفتم که این اشاره 5 که عزرائیل علیه السلام در خواب من کرد، این 5 روز باشد و یا 5 سال باشد و یا 50 ماه باشد. خلاصه در فکر افتادم. در آن زمان ابن سیرین تعبیر خواب میکرد. وقتی که از او تعبیر خوابی دیدم را پرسیدم این اشاره 5 که عزرائیل علیه السلام در خواب من کرد این چی معنی دارد؟ او با من گفت این اشاره 5 که عزرائیل علیه السلام در خواب تو کرد معنایش این است که 5 چیزی هست در قرآن که بجز خداوند کسی این 5 چیز را نمیداند. این 5 چیز اینهایند: یکم، کسی نمیداند که قیامت کی می شود. دوم، کسی نمیداند که جان انسان در کجا گرفته می شود. سیوم، کسی نمیداند که باران به فایده انسان می ریزد و یا به ضرر انسان می ریزد. چهارم، کسی نمیداند که عمر انسان چقدر است. پنجم، کسی نمیداند که فرزندی که از مادرش تولد می شود نیکبخت است یا بدبخت است. یعنی همه اینها را بجز الله کسی نمیداند. خداوند همه مسلمانان را به نور ایمان از دنیا رفتن را نصیب گرداند. آمین.